به نام خدا. من دکتر حمید قائلیزاد هستم، دندانپزشک زیبایی. امروز یکی دیگه از کاربردهای ونیرها رو میخوام براتون توضیح بدم که اون هم مراجعین خیلی زیادی داره و اون هم دندانهایی هست که لبه اونها دچار سایش شده. بزرگواران، خیلی این مبحث مهمیه و اگر شما این مشکل رو دارید با دقت تا انتهای ویدیو رو گوش بدید. این عکس رو ببینید. یک سایشی در دندانها ایجاد شده و من فقط با 2 واحد کامپوزیت ونیر، یعنی فقط اون دندانهایی که دچار سایش شدن، این رو ترمیم کردم با کامپوزیت. اما همیشه نمیشه با کامپوزیت این کار رو کرد که الان توضیح میدم چرا. ببینید بزرگواران، من اولا دارم راجع به سایش لبه دندان فقط صحبت میکنم. فعلا کاری به سایش بقیه در واقع قسمت‌های دندان من ندارم. سایش لبه دندان به این صورتی که میبینید 3 عامل اصلی میتونه داشته باشه که ما باید بفهمیم کدوم یکی از این عوامله و میگم چرا حتما باید بفهمیم. اول اینکه به هر نحوی دندان در معرض اسید بوده باشه که این میتونه در اثر خوردن مواد ترش و اسیدی و یا در اثر رفلکس معده که اسید معده دائم وارد دهان میشه ایجاد بشه. اگر دندانها در معرض اسید قرار گرفتن و به این علت دچار سایش شدن، بهتر هست که ما از کامپوزیت ونیر استفاده نکنیم، چون کامپوزیت هم میتونه تحت تاثیر اسید قرار بگیره ولی لامینیت سرامیکی تحت تاثیر اسید قرار نمیگیره. دومین علتی که میتونه چنین سایشی ایجاد بکنه عادات در واقع اشتباه هست، مثل ناخن جویدن، مثل جویدن مداد، مثل گاز زدن یخ و مثل تخمه خوردن زیاد، که اگر مراجعه کننده این عادات رو داره ما اول باید ازش تضمین بگیریم که این عادات رو ترک بکنه، چون اگر این عادات رو نخواد ترک بکنه کامپوزیت ونیر که خیلی سریع دچار مشکل خواهد شد، لامینیت سرامیکی هم به هر حال دیر یا زود دچار مشکل میشه. ایشون باید عادت‌هاش رو ترک کنه، اول چنین تضمینی بده و بعد ما شروع کنیم به کار زیبایی براش انجام دادن ونیر. سومین علت که خیلی مهمه این هست که این سایش در اثر فشارهای فک مقابل ایجاد شده باشه. یعنی فک مقابل داره یک سری فشارهای غیر عادی میاره به این دندونها و باعث سایش این دندونها شده. خب این کجاش مهمه؟ مهمیش به اینه که اگر ما با هر متریالی، چه کامپوزیت و چه سرامیک، این دندونها رو فقط به صورت ساده ترمیم کنیم، همون عاملی که باعث شکستن لبه دندونها شده همون عامل باعث شکستن کامپوزیت ونیر به صورت اولا خواهد شد و سرامیک هم دیر یا زود تحت تاثیر قرار میگیره. پس این کیس ها یعنی سایش ایجاد شده توسط فک مقابل که میتونه در اثر دندان قروچه باشه یا در اثر روابط غیر عادی 2 فک، جزو کیس های مشکل هست. نمیشه فقط به صورت ساده اون قسمت شکستگی رو ترمیم کرد، باید تمهیدی اندیشیده بشه که نیروها دیگه نتونن اون فشاری که به دندون آوردن رو حالا به ونیر بیارن. عکس بعدی رو ببینید. باز هم سایش رو میبینید روی دندونهای ایشون، لامینیت سرامیکی کار شده. این هم همینطور، باز سایش رو میبینید، باز لامینیت سرامیکی هست. این دیگه یک کیس سایش خیلی در واقع تیپیک هست. همه جا سایش رو شما میبینید، هم روی لبه دندونها و هم بالای دندونها و هم روی دندونها. کاملا مشخص هست که فشارهایی که اومده به این دندونها زیاد هست
و همونطور که میبینید با لامینیت سرامیکی با رنگ طبیعی به درخواست خودشون کار شده. این هم عکس همون در واقع مراجعه کننده هستید، دیدید سایش خیلی زیاد. امیدوارم که این قسمت برای شما مفید بوده باشه. نظراتتون رو لطفاً کامنت کنید و موفق باشید، شاد باشید و سلامت.